خبر خوشی به شما بودم. چی خبر؟ همین گله به چی کاکا ما نفر پیدا کرده که دونی هر پا دونی 40,000 با ما پاسپورت دیار. چی میگه بابا جان؟ تو پاسپورت ها بنده، چی خلیت خرابه؟ هر پاسپورت 40,000 شما چی کار دارین؟ نفر داره رای میکنم که اولا پاسپورت هم ورتیان. شوخی میکنی که پا قبول نکن، خوش خبر دار که پاسپورت ها بنده. کو پاسپورت؟ نیه بابا خوشا چی کار دارین؟ نفر 40,000 بده دیگه ما پاسپورت ها شما ورتیان میکنم. دونی 40,000 ها یعنی 6 تا پاسپورت تیار میکنه دونی 40,000 به ظرف 5 روز. و 5 روز؟ بله یا کو شما برو پیش گله بریم مثلا اینا میگم بریم مثلا اینا بخیر. ای چرخی فلک مرا به چرخ آوردی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. گلاب دو مرا به بلخ آوردی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. گلاب دو ما بی شیرین می خوردم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ. گله جان با خود تو میخونی؟ اشتنی خیلی جنجال خوبه، خیلی جنجال خوبه. اشتنی گله با خود ایتو پیش خودم کتو ایتو دل شانه داره، تو میخونی خیلی اگر راست بپرسیم اینجا یک کیم گفتم باشه. اشتنی شکر. اشتنی شما بچه بخیر. سلامت باشید. مادر شما خب بود سلام میگفتم. زنده باشیم. و علیکم سلام. میگم گله همین عباس یک چیزی گو بمه من گپ بزو که باور نکردم، گفتم باش میام نزدیک تو ببینم و از تو پرسان کنم. کاکا جان سعی کنه آدم اصلا گپ بچل آدم باور میکنه، اصلا نمایه که ولی با عمر خودتار یک کلمه راست بگفته که حال گپ باور کنه. خب نه دیگه بازم گفتم باش از تو پرسان کنم. چرا؟ همین مسئله پاسپورت ها چی رقم میگم تو نفر درک داری چی رقم؟ آها خب ما با عباس بگفتم. همین بگین. همین میگم که من گپ باور نشدم. نه ما یکی کاکا از این رقیفا ما نه. الان اختلاط میکردیم گفتگاه بیکاریه و فلان و برمدان ما گفتیم بیکاریه. الان کاکا ما مسکین اینا نه یک 5-6 نفر همانه ما هم برم خیلی خوشی به ایران. حالا هرچی که سعی میکنم گوچه‌ای خطرناکه گفتم نریم. انا گفتم پاسپورت ها بنده. یک باری دیگه گفته که اینه دیون خدا گفت پاسپورت ها اگه بنده گفته این نفر به پیش شما. گفتم 8 نفر به پیش ما. خب گفته برادر چند نفریم شما؟ 6 نفره. 6 نفره. گفته 6 نفر 6 تا 40,000 1,12,000. 1,12,000. چند میشه 6 تا 40,000؟ 6 تا 40,000 2,40,000 میشه. 2,40,000. همون تو بخش دونه 40,000. خب گفته من دونه 40,000 به جونا میگیرم 5 روزه. میگم گیله من 50,000 میدم. نه بابا حساب شما خرابه. حساب شما خرابه. آخه میگم 40,000 دیگه بیشتر میدیم با. راست میگم باس کاکا 50,000 میدم. تو مرتکه نگیم. پول داریم بله. سیکو من همین 40,000 رو میدم. بخول یک موبت بده. پاسپورت آمد. زودی میده. بابا شهر شما کار خود خراب میکنه. ما حساب خود دست بداده. زودی میده پاسپورت ها. به ظرف 5 روز میگم. بابا تو حساب خود دست بداده باشی من داخل شو به ایران میگیرم. گله از اون بابت نمیگم. حساب پول حساب خود دست دادن که میگم 2 ماه بعد میگیم 50,000 پول میدم. کاکای خود بگردم شما 40,000 نفر بدین بفهمیدیم او مرتکه قرار که دیگه به شما پاسپورت تیار میکنه بم 5 روز. بم 5 روز. خب اگر پینیه من قبول کردم من میدم. زنگ زنم برای زنگ برای 6 تا تیار کنم. بدین بیشی خود دار بدین.
من بگی زنگ زنی شماره اول داری؟ ما است دارم صفر بابا باور نمیکنم. چی خبر داره؟ میگه من نفر داره با خوابوری الو سلام علیکم مونده نباشیم برای جانجیر خیریته لالومند کرده چی مونی؟ شما برای نایی همه باید بده به دست لالومند کرده چی اون بگیم برای دینی شما گیله خوب عالی نیستم خوبه بعد سلام علیکم مونده نباشیم بشناختیم ها گله کن برای دینی شما همون گپی که من به شما بگفتم من یک چرخ تبصره ما بیاییم همون گپ پسا پرود دگه ها بیاییم اینا بیام امی جگایا کاکا میگم تا 10 دقیقه دیگه هستم مستقیم 10 دقیقه دیگه میام ها میگم بیاییم ما تا شما می جگایا خداحافظ خوب شده من حالی میایم قرار که دیگه خود اینا گپ زنیم شما کجا رفته بید؟ وای یارمی دختر کاکام هم ایتا به شما بگم خوب برابر یک سر سوزن یا نیاقل کمال داره نیم میفهم چرا؟ و با مثل که بیلی شده برفته یا بسلا خواهد با بلا میخ باجی خواه افتادیم کاکا بیا آمده ببین ترگوش ما یا زنی به اینجا یا زنی به زن ما به اونجا یا زنی به اینجا یا زن ما به اونجا خانسای داریه داره باجه خوب مادر جنگی مادر جنگی بله ببخشید دیگه اگه زحمت میشه میمون آمدم تشریف بیارین بله چقدر جیغ میکشیم بله بفرمایید سلام ببخشید کل بابا سلامتی بخیر خوش آمدید خوبه مردم بعض شروع میشن تو روز کوری نه فهمیدم نه کاکا شما کشتمند شما نیم خب یعنی متوجه نشدم ببخشید کاکا جان خدا ببخشید شتن دیگه فامیل خانواده خوبه خدا الحمدلله سکه یک پیاله چای بیارن چای دم پرستیم بگیشم باش چا بجوش برای دینی ما میآید باش آخه مثل مرغی ولی تمام صبح ما دیشب خبر نمیگه آخر 40 تا لافت بنداختم و تا سر خو کوخ میزیدم میگم سر کله خود نه خوردن خوب چیزی نیه تو یک انسان خور میزنی کجا خار میزنم؟ همین خور دیگه میگه نمیگه دل مرغی کاکا جان ششته تو کار میزنی شما بفهمید بابا جان کاکا جو عزیزم مثل میشم میمه هم کوخ میزنه خب برو بپیش سر کله نگو حالا نمیشه که واسه ما به دیدن شما حالا جمع کنه که واسه شما رشت بره نه مسئله اختلاطیه خب نه دیگه کسی که ششته کم گم زدن خوگه بفهمید اول کمال از بگو خورده بخیر خیلی شو بخیر عباد شو بخیر سکو بخیر سکو در سلام بده بخیر شو شما که اینجی بینی؟ یاره بخیری که جیر آماده خوب تو همون در سلام نخنه داره نخنه میرسه دستی او نه دست نرسیده تیک تیک کردون داره کجا میدی تو؟ بیا ما از شما خبری بگیرم سلامت باشه. باشه شما اینجا چی کار میکنه؟ کجی جان کار داره میفهم گپ چیه گپ چیه؟ گیلک نفر پیدا کرده که پاسپورت منم بگیرم میفهم باره ما و شما هرستکی؟ بله من خودت را دونه 40,000 هرستکی؟ هرستکی دونه به 40,000 میگیره 5 روزم میدونه خیلی 40,000 40,000 خیلی مغز سر تو خرابه
به 40,000 به تو تا مرغ نمیدم شما با 5 روز میریم به تهران دهنم بعد به 40,000 شتر مرغ میدم مرغ نمیدم ولی 40,000 به دم جو برید اینجور بعد میکنم علمی که شما جلوی را خوستاد کنی خدای شما رو نه، چهار جلوی روز خود میگی من خواب نگه. چی کرده؟ نه فقط پولا چکن وقتی کشید وقتی دست راه برو یه دفعه تو بیا هی باشه بیایم که کرده خودی خود شما گپ زنیم بفهمیدین؟ یالا 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 بیایی بله بفرمایید الله خیر بخیر سلامت بشید بفرمایید کجی جان بیا اینجا بشید کوی بشید بیشتر خوب یاد مامان شما خوب خیر خوب یاد است شما خودت یاد خیر سلامته حالا گیلا بیشتر جان بیا اول خوب خیلیت سلامته کاکا منم این 2 نفرم بچه کاکا منم اینا در دینی منم که پاسپورت ها به وضوع پاسپورت ها بله شما ما این بریم به ایران بله چند نفریم ما 6 نفر دارم حالا گیلا گفتم کاکا ما میرم ما گفتم خوب گپ کنی باز به من زنگ زدم این بیشتر گفتم بیا حالا بخونم ما اون خاطر بس تا شما بیامونه نگه که سعی کنه که نزدیک ببینی که چی را این پاسپورتاش ما تیار میکنین چون که پاسپورت ها بنده خب بند ها ولی ما یک طریق تیار میکنیم ما نفر داریم ما به اینا بگفتم کاکا جد بگفتن دیگه نداره خب اینا خود اینا میفهمم شاید به شما بگفته باشه کما که بلندتر صحبت کنیم که بعض موقع کما که گوشای او کارخان را ببخشید گوشه نکنید کاکا جان من به لالا گیلک بگفتم خب اینا به جریان هم به شما یا بگفتن یا نگفتن نفر 40,000 روپیه او هم به لالا ما که 20 سال ما رفته ما دینی فقط یک گپ دیگه ما باید به شما بگم خب که باز با آخر به جنجال نفتیم کاکا بر علاوه از این 2,40,000 روپیه شما 10,000 روپیه دیگه هم مصرف داره ببری چیه؟ او برای از اینه که شما از اینجا برمیخوازیم میریم به کابل هم 6 نفر باید بریم اونجا بایومتریک شیم بایومتریک که شدیم انمی کرا مصرف شما می 10,000 روپیه میشه که هم کرا مصرف خود شمانه بابا جمعانه ها او دیگه خود شما میریم برابر آدم نه تو خود اگه 10,000 پولم چیزی نیه دیگه شما میگیم همون خود شما کرا مصرف شما میشه بریم اونجا همون روز که برسیم بخیر همون روز بایومتریک میشیم بیخی با مطلع نسته که پس وقت پس وقت نمیه خوب است 10,000 هم برابر 10,000 پول 10,000 هم پولیه بعد ما و شما هم کاکا جان پس با بخیر باید پس با پولا آماده شه 6 قطعه عکس 6x4 برای پاسپورت و 6 تا هم تذکری اصلی خود باید به دست گیلک بدیم که با بیاره هر نفر چند تا عکس 6 تا عکس 6x4 هر کدوم شما نکردمه بفهمیدم عکس ها پاسپورت کلون 6x4 بفهمیدیم به هر کسی که بگیم میفهمه ما الان از اینجا برم میخوایی که گل دارم که داتا گوسفند دارم اینا رو بفروشم دیگه هر کار میکنه تا پس تا کاش که پول داشتی کاکا که گوک شما میکنی گو شیری دارم 1,00,000 چند کردنی 1,60,000 تا حال اون خودی از توی کردیم و جمع کردیم چیاره دیگه کاکا هانمی که 2 تا گو شما پاسپورت ها شما میشه نه خرج مصرفی نداریم گوسفندا میگونه که و بیراد ما خونه بکردن خونه خود بده میگیره بدین دیگه خونه مگر میگیره بود نه خونه خود بگیره بده بریم خونه خونه بخوری با خونه بخوبه خودی میگیریم خونه خود اینجا نمیگیریم حالا چکار کنیم که پس با پس کنیم باشن نه کاکا رستی سبا دوشون بیره خب میگم سبا گنج ببریم میگه من بیام خود شما اگه بیایی که با خود ما و شما و عباس میبریم پس با صبح میام برات پولا خب گفتی نه دیگه نماز دیگر بیان دیگه که ما رو شما میره که خاطر هر چیز زودتر شه که من اقدام کنم پاسپورتا شما گرفته شه ما قلم گوسفند داخل بفروشیم صحیح هر چیز زودتر اقدام کنیم اما نماز دیگر که بیایی خوبه دیگه ما دیگه زحمت کم میکنم نه باشه چاشتیم بیار باشیم نه دیگه لالا شکر خیلی بکردم شما میرین کاکا چاشتیم دیگه لالا شما بلوتونش تیار میکنیم نه زنده باشیم یا الله یا الله یا الله بفرمایید یا الله امال نیاین یا الله یا الله امال نیاین یا الله یا الله امال نیاین گیلک
کمی میده ما این بین یالا یالا ما این بین ما چی میفهمیدم؟ بگو بیشتر گناهتونیه من این مرتکه چی میشناختم؟ خود چی میشناختم؟ من چی میشناختم این مرتکه؟ هم چی میشناختم؟ من رفیق ما بده دیگه بگو اگه تو جیله روی نکردی خب من این مرتکه چی میشناختم؟ که 2 لاک و 40,000 وردش برفته میره ولی کجا پیدا کنم؟ کاکا جو خب من چی میفهمیدم؟ رفیق ما بده 10 دفعه ما تال نون و نمک برخورده من نون و نمک خودم من چی میفهمیدم که براتون من دیگه کار ندارم گیله جان من پولا خورمایم از تو آدم مایم که جیله روی همی کاره کردی بفهمیدی؟ سلام کاکا خوبه سلامتی؟ شکر زنده باشی تیاری؟ شکر زنده باشی گرم و گسالی زیده خوب شد چه کار بشده؟ من بازار در کردم این گیلک بابا من چه در بدر کردم؟ گناهستون اگه تو نیمه حساب کنم چون عباس میگه کنیم چی میشناختم؟ مشکل چیه؟ همین برار دینی ما همینجا به زینا گفتن که نامده که پاسپورت تیار کنم انال پاسپورت بعد تو مدار سر سه میکنی که وقت میگم بار که 3 روز میشه 2 روز میشه برفته 2 لاک و 40,000 وردش برفته من اولی پلاخ مزی آدم بستم اختیار خود رفتم دانشگاه آخه روز اول من به شما چی گفتم آخه شما گپ من گوش نگرفته بابا من چی میفهمیدم آخه کاکا جان کسی که به سر آدم کلاه بره بدون فکر نیه با تو گفتم اول با تو گفتم پاسپورت ها بنده با تو نگفتم میگم گیلک آدم مال بدای به این آل روز خو آدم به سر بران شیری خو آدم بابا جان ما میگفتم بابا مثل از این دوره به مثل پیشتر گفتم البته پاسپورت میته به رشوت و رشوت بازی و کمیشن کردیم چیز میشه ما گناه کردیم براتون به شما پاسپورت تیار کنم که شما بریم به ایران بریم زندگی شما خوب شه اگه تیار پاسپورت ها بود خود من کش میرفتم و کابل تیار میگم اگه شما میرفتید میفهمیدی که چرا امروز نگفتیم ما چی خبردی بچه شما عباس کو باسوادیه کجی که از او باسوادیه دیگه چرا نگفتیم کاکا جان جیله‌روی تو کردی من بود اطمینان تو دادم پولا خود دست دادم شما چی میفهمیدی حکومت دیگه من کار ندارم سرا کرایشی حالا که زمین چامی که بعد بیرم 40,000 ناراحت باشه سلامت باشه بابا جنجال نکنه بلکه پیداش مرتکه دیگه کجا پیدا شده برنامه معلوم میشه که کلا برداشته ای خاله کار شما نه فساد بدید پا شما دیگه اگه شما من کار ندارم زمین چامی که من صرف درس من پیلا خونم هستم آره تیار کرده من ما کجا بیارم آدم زمین چامی که هر کار میکنی من گردر خود سر کاسه خوب فروختم خود خانده ده که خود من نبود که گوه خوب فروختم گوسفندا خوب فروختم هم خود شما یک اشتباهی بکردید چه اشتباه کردم همیدان که پولر بدادم من مرتکب بودم ما عقلم نکشید میگفتی کاکا یک شناسی زمانت چیزی داری خجالت نمیکشیدیم مخاطب کاکا جو برازاده خوب بگردم بگول روی تو آدم دادم پولار دستیو بگول روی مال ما بله بگول روی تو دادم اینا برم بکشیم بیلا بفهمیدی؟ بیلا کجا میره ریش کش که تو چی میگو؟ زمین چامی که 2 لاک و 40,000 کاکا برو سعی کنم بلکن کنم خیلی را منو میشناسم برو پیدا کو بده بابا شما چای بیار بابا نمیخونی چایم نمو شما چای بیار مرد زنشی مردر و در کردیم خاک و سر کردیم چی را مردم شما بیلاشته کن خیلی کاکا جان غم نخوری غم نداری چی غم نخورم 2 لاک و 40,000 پی بدم هر وقت داره بسته میشه ایستا غم نخورم خب چیکار کنم خب من کجا بیارم 2 لاک و 40,000 یا نافهمی هم دست گیلکه خب خیلی شما تشویش نکن پیاله چای به شما بیار من نمام چای بیزار از چای ها شمانو بیزار ازم رنگ شمانو با بیلام اشتر کنم دیگه چی خاک بسیار بسرخ کنم این 2 لاک و 40,000 بکن پول نیه آتیش گرفتم بابا